امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری بازی GTA V رو به صورت کاملا واقعی و بدون هیچ دردسری توی گوشیتون نصب بکنید. بچه بیا پایین. فقط قبل از اینکه بریم سراغ این آموزش خیلی خفن، دوبار با انگوش کوچیکت بکوب روی این صفحه ببین این پست لایک میشه یا نه، و حتما این پست فوق‌العاده رو از این بغل سیو کن، چون مراحل این کار طولانیه و ممکنه که یادت بره. و اگر هم اکسپلور میای حتما پیجمون رو فالو کن که هر روز کلی ترفند مخفی موبایلی توی پیج بهت آموزش دادم. خب برای این کار کافیه که وارد کانال تلگرامی من بشید که آدرسشو داخل بیوی پیج براتون نوشتم. بعد از اینکه وارد شدید اینجا کافیه که فایل نصبی بازی GTA V رو دانلود کنید و بعدش بازی GTA V رو توی گوشیتون نصب کنید. بعد از اینکه این کارو کردید باید فایل دیتای بازی رو دانلود بکنید که بعد از اینکه فایل دیتای بازی رو دانلود کردید کافیه که